دوستان فکر نمی کنم تا به حال عقدنامه دستنویس دوره قاجار دیده باشید. طبق مهریه‌ای که من دیدم و تذهیب بسیار زیبایی که داره، مشخص عروس و دوماد آدمای عادی نبودن. برای تذهیب این عقدنامه از طلا، نقره، لاجورد و شنگرف استفاده شده و خط بسیار زیبایی هم داره. خب بریم سراغ اسامی عروس و دوماد و مهریه. آقا دوماد میرزا عبدالوهاب ولد ارجمند آقای میرزا حسین علی و عروس خانومم کوکب سلطان خانوم، صبیه، مرزیه، عالیجاه، عمدت الاشراف، زبدت الاعیان، حیدر علی جواهری. حالا بریم سراغ مهریه. مبلغ 110 تومان، وجه ریال، 24 نخودی،